بسم الله الرحمن الرحیم نحمده و نصلی علی رسول کریم. سلام و احترامات خود را عرض می کنم بر همه دوستان وطنداران در هر جای جهان که هستند. خداوند صحت سالم و روزگار پر از فیض و برکت نصیب بکنه. دوستان عزیز و ارجمند، پروردگار عالم انسانهایی را دوست داره که در هر کار خود متواتر باشند. اگر ولو کم هم باشه به مو ادامه بدهند. چی اگر در رأس اداره کردن باشه، چی در رأس خدمت باشه، در رأس کار باشه، در هر کار و پروگرسی که باشه متواتر بودنش و دائم بودنش بهتر است. هم خداوند خوش است و هم کامیابی و سر کامیابی در اینجاست که یک کار کالا کمان باشه متواتر باید باشه. مخصوصا خدمت بزرگترین سر در جهان که است در ته خدمت کردن نهفته است. به خاطر از که شما میبینین که هر انسانی که در هر جایی که هم بر والدین خود خدمت میکنه، بر وطنداران خود خدمت میکنه، برای نزدیکان خود خدمت میکنه، برای اهل خود خدمت میکنه، او البته که هم قابل ستایش مردم و هم الله سبحانه و تعالی قرار میگیرن. و یک روز یکی از بچه ها شکایت میکنه پیش استاد، میگه ما 4 برادر هستیم، ما گرچه برادر خرد هستم زیادتر کار پدر و مادرم من میکنم، دیگه برادرم نمیکنم، ولی هر کاری که باشه کار بر ما امر میکنن و از این کسی سپاسگزارم نیست، کسی ابراز خوشی هم نمیکنه. استاد برش میگه تو هیچ وقت از این نگران نباش، خداوند تو را در این خدمت برگزیده است که تو پاداش از هم برای دنیا هم بر دنیای الالعبد را کسب میکنی. و همچنان خدمت دومی که یه از خدمت‌های بزرگ است که انسان دنیای ابدیش را کسب کردنش بر او کمک کردن، به او راه نشان دادن و انسان بر الله سبحانه و تعالی نزدیک ساختن. یه که بزرگترین خدمت‌هایی است که انسان باید بکنه. ما چرا ابراز میکنیم که الله اکبر، پروردگارا خداوند بزرگ است. خداوند به عظمتش اینقدر بزرگ است که وقتی ما تصور بکنیم این دنیای ما نسبت به اتمسفری که زندگی میکنیم، این کائنات هستی بسیار جای کمه دی کسب میکنه و مسافه دنیا و امرای کائناتی که هست دوریش نزدیک 93 میلیارد شعاع برق دور است. و همچنان این اتمسفری که ما زندگی میکنیم نزدیک 10 میلیارد کیلومتر مسافت داره. شما تصور بکنید. و همچنان این دنیای ما چقدر جای کسب میکنه به این اتمسفر کائنات.
اگر شما یک باکتری را فکر بکنین، باکتری ها را در زیر میکروسکوپ بانین که از او کرده 600 کاتریلیون جای کمتره و این جهان ما در این کائنات هستی جای کسب میکنه، همینقدر جای میگیره. و شما ببینید که یک انسان چقدر جای کسب میکنه. با خاطر خداوند مهربان بسیار زیاد بزرگ است. هر کسی که به دنیا می آید، اگر صاحب علم است، اگر صاحب ثروت است، هر چی است، این دنیایی است که دنیای امتحان است که خداوند همه ما را در این دنیا کامیاب شدن و زندگی الابد را کسب کردنش برای ما مساعده بکنه الله سبحانه و تعالی. و همچنان همه ما دیگه خود البته مسئولیت داریم. یکی از هم عالم و هم انسان ثروتمندی که بسیار زیاد بزرگ بود، نامش عبدالله ارکانی میگفت. این انسان میگفت که من از سرحد ترکستان گرفته تا سرحد روم و سوریه، از او دورترم هواش، هر انسان مؤمنی که در پایش حتی یک خار بخره، یک دردی داشته باشه، درد از او دردم است، مشکل از او مشکلم است. امروز البته که انسان دلش درد میکنه، انسانایی که هم در غزه توسط اسرائیل ها کشته میشن، طفلای خرد که از بین برده میشن. این را نگفتن امانه که همه ما توسط الله سبحانه و تعالی توسط سوال قرار میگیریم که ما چگونه عمل کردیم و چگونه ابراز کردیم. و در هر جایی که هم در کشورهای همسایه ما، هم در وطن ما، هم در محلی که زندگی میکنیم، در هر جایی که از انسان ها را برای اونا چه قسم همدردی و همکاری خود را اجرا کردیم، البته که بازخواست میشه توسط الله سبحانه و تعالی. و دیگه ای که باز با وجودی که ما گفتم این دنیایی که بزرگ الله سبحانه و تعالی ما زندگی میکنیم، چقدر همه ما چی جایی را کسب میکنیم و چی جایی را اشغال میکنیم، اگر انسان بفهمه، در حقیقتا انسان بسیار زیاد وسیع فکر میکنه، بزرگ فکر میکنه. به خاطر که میگن جای اگر خرد باشه، تنگ باشه، مهم نیست، دل کلان باشه. یک روز یکی از دو خانم و شوهرش پیش یک استاد میه، از او میگه ما یک مشکل داریم. میگه خانه که زندگی میکنه بسیار زیاد خرد است، کوچک است، تنگ است. میگه ما چی بکنیم؟ باز او حاجی هم عالم هم کمی هم مذاق مزاج بوده، برای زنها میگه شما در معولی که مرغایی که دارین همه داخل خانه تان بیارین. یا میرن همو مرغا را میارن داخل خانه. باز البته که استاد میگه گپی را که گفته که راست میگه. باز چند روز که تیر میشه، باز پیش استاد میرن، میگه استاد میگه خانه ما میگه بازم تنگ است، میگه هیچ گذارا نمیشه. باز مرش میگه خیلی امو در بیرون امو گو و گوسفندی که دارن وارم داخل خانه تان بیارن. خب میگه گپ شما رو قبول میکنم. میرن امو گو و گوساله رو گوسفندارم داخل خانه میارن. باز پسان میگه بیخی میگه ولی خانه روزگار به مشکل تمام بشه. میگه مشکل تیر میشه، چطور کنیم؟
باز میره میگه همیشه بیرو بکش، هم مرغا را و هم گوسفندا را هم گاو و گوسالا کلش بیرو بکش. باز بگه چی بشه. بازی کل از بیرو که میکشه باز خانه باز میبینه که میگه وای خانه ما چقدر بزرگ کلام بوده ما خبر نداشتیم. و خاطر بعض وقت انسان فکر میکنه که ما چقدر جای کسب میکنیم و جای ما چقدر خورد از این و آن است. انسان دیگه کمی ناراحت میشه. وقتای سابق انسان ها در یک خانه با چند فرزند والدین همه یک جا زندگی میکردن. اما امروز امکانات بهتر است. ما با وجود امکاناتی که هست نباید اینقدر تنگ نظر باشیم، اینقدر فراموشی فکر بکنیم که فلانی چرا اینو داره چرا اینا نداره و فلانی چرا یک پولدار است یا خانم خوب داره یا و خانم شوهر خوب داره. این چیزا رو باید آدم به این جهت فکر بکنه که هر چیزی که از خداوند با انسان عنایت فرمودگی است. بنابراین دوستای عزیز محترم و همه چیز مال و ملکیت از الله سبحانه و تعالی است. یکی از امی عبدالله ارکانی پرسان میکنه که انسان پولدار بود، ایره میرم و خانهش جایش هم اراضیش میبینم میگه یه همیشه از تو است این خانه و ملک، یه متقمی رنگ روش سرخ میشه خجالت میکشه میگه این همش از خداوند است اما وارثش ما هستیم، پاسبانش ما هستیم. امروز اینا که همه هست وسیله است، در جیب ما است ولی در دل ما قرار نداره. هر چیزی که ما داریم، دسترسی ما که داریم، او را شکرگزار باشیم. در قلب ما جای نگیره، صرف در قلب ما رضایت الله سبحانه و تعالی و حب و محبت رسول الله صلی الله علیه و سلم باشه و دیگه همه چیز این دنیا که هست وسیله است. امید که همه جور باشین، صحتمند باشین. وقت خوشی برتان میخوایم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.